در دوره‌های مختلف صندلی پایش شکست. خانم من خیلی معذرت میخوام. یه لحظه یه سری تصویر بگیر ما صندلیمون درست کنیم. شما کمک کنید. روی آنتنیم هنوز. اشکال نداره صندلی پایش. اتفاقیه که ممکنه بیفته. پس من آقای تو رو خود آنتن بگیرید خب یه چیز پخش کنی خواهش میکنم. چون این سمبوسه نه این صندلی پایش. خودتون نمیدونی؟ نه. شناسنامه چیزی همراهتون نیست؟ نه. خب احتمالا مجرد باید باشین درسته؟ بله. در آینده که ازدواج کردید انشالله به سلامتی آیا اجازه میدید همسرتون خارج از منزلم کار کنه؟ بره سر کار؟ اجازه میدین؟ مخالفتی ندارین که همسر آیندهتون کار کنن؟ چرا؟ خب باید کار کنن. چرا باید کار کنن؟ زن و مرد اگر کار نکنن که اون وقت چجوری میخوان پول در بیارن؟ خب مرد وظیفه‌ش اینه که بره سر کار پول در بیاره. بله ولی مرد که همش نمیتونه همش مرد کار کنه. زن باید یکم کمک بکنه. خب بعد کارهای منزل رو کی انجام بده؟ بازم زن. بازم زن؟ یعنی زن هم بیرون کار کنه هم در منزل. بله. خب اینجوری فکر نمی‌کنی اجحاف بشه در حق نه.